خوش آمدی اکا عبدالرحمن خوش آمدی اکا. سلامت باشید. اکای سعدی جان اپای منیجبانو ما یکی از روزنامه‌نگاران بهترین مشهور گازیته محبت بود محبت و آیله میخونید گازیته محبت و آیله. طول چند سال است که قریب 10 سال شد ما اویله شما رو جستجو داریم. اکای سعدی جان اپای منیجبانو شما چه خیلی اویله مشهور هستین. باور کنید فقط میخواستیم که یک بار اومده در همین ردکسیون ما اشتراک کنید، همراهش ما سوال جواب کنیم، از زندگی شما خبردار شیم. خیرات این خداوند راست آورد یافتیم شما را، کوچه‌تون را پرسیدیم، انا همسایه‌ها را پرسیدیم، نزدیکای شما را پرسیدیم. خیلی درباره شما اکای سعدی جان اپای منیجبانو تعریف کردن، گفتن بسیار اولیای خوبن. شما خرسندین که ما اومدیم امروز؟ البته. رحمت. اپای منیجبانو یک سوال به شما میتیم، میگم به شوهر زن زیبا با فرزند مادر سالم در کار است. شما را میگن که همین خیلی در همین اوله همین خیلی زن است، همین شما را گفتن. باز میگن که انا مردی که دوست و رفیق ندارد شوهر خوب شده نمیتواند. نه که شوهر شما چه خیلی در زندگی؟ میبخشین اکای حکیم جان نه اپا جان، عبدالرحمن حکیم زاد. میبخشین اکای عبدالرحمن حکیم اول محبت بودم از با محبت و اویله شد. بخشش خیلی راستی گپ شوهر من بهترین شوهره، بهترین. همین 10 سال زندگانی میکنیم موبایل من یکم بار جنگ شدگی نیست، حتی پشه من را پیش گفتگی نیست. در اویله شما پشه را پیش میکن؟ نه کیش هر دیشه اکا به حتیبا دوستش میدارم اکا نمی نفس ایکو نفس کشیده به نمیتونم تلخم کفا باور که وای نمیدونم چه خیلی من دوست میدارم ایره. خیلی در هیجان بودم که این خیلی اویلو را ما دیدگی نیستیم، چند بار اومده گنده که فقط مشکلی کم بوده برای ما فقط. نه یگام چی مشکلی نیست ایمو مشکلی یگام. امروز خیلی خرسان شدم. باور کنید شما گازیته محبت و اویله ما را با مشهورتر میکنه، ولی قصه را بخونن با شما را بیان میگه خوب زنه که زور بوده. با دوام خیلی شما این نمیرنجین یگام بر زندگی رنجگی نیست. نه یگام بار موبایل ما یگام چی خیلی نیست، یک دیگر فهمی یگان نیگوی بیزی بام نکرد؟ نه یگان بار در نمیدید. امی دوامی 10 سال زندگی منتاجه همه قواقی نگاه کردگی نیست که باور کنید. فقط بخندم، فقط مهربانی کردم. مرم در مردکم اینمی نفس کشیده نمیتونم بیای مردک که باور کنی نکنید که این دیسکی لوباف اینمی عجایبات نمیخیلی نمی اگر نبینه باشه تلخه میکنم. خیمه معلمی ده خرمین در هرتون در زندگی اخیر باور کنم. حلالتون بود زندگی. رحمت اکرم. همین خیلی با زندگی رنگ دیگر میگیره. رحمت. همیشه عاشق باشید، همیشه دوست بدارین. خدا کند که با 10 ساله خوی زیاد شما یکدیگر را دوست بدارین. ما ان شاءالله با شما را برای دکس خمون دعوت میکنیم. اکا جان در همین دنیا 100 بارگه تولد چاون کو فقط هم مردک خما انتخاب میکنم. شما میخواین که اکای سعدی هم با 100 بارگه تولد چاون. اکا جان به حد مردک مهربون. فهمو ینگا جان. اکای سعدی جان اگر شما یک بار دیگر با همین دنیا تولد چین ینگمون انتخاب میکنین؟ راستی گپ اکی خبرنگار جو کور اساس یک بار گول میکنه. چی گپ باشه؟ ای منو میدونی؟ شرم نمیدونی؟ چی باشه تو؟ یا مردکی کپا کلون خطه بود دوانه چو کنی؟ ای بایی کدام اروغی تو؟ همه خدا چوما تبی؟ همه دوار گه مش بزنه نه دوار چپا میشوه بوز بابا را دیدی نمیره یا زمینه یا بوغه یا روغه کور کنی یا بزرگا بیا سوداگر شای یا کوری حلال کنی رزق روزتا برای پول کور کنی میره در برنامه کنسرتی ایکسوی مرد پول میگزدی بیزور شدم اینا تو رو دارم بیزور شدم یک باره دو باره سه باره این خمی برای میورن ترن یک بار بخشیدم تا دو بار بخشیدم تا سه باره نمی فهمیدی؟ رفیق سردار آخه اینجا ما گناهگار نیستم. میگم ما گناهگار نیست تو گناهگار نیستی من میم گناهگار کی گناهگار با؟ گناهگار همین حافظه خیلی ای بچه چه خیلی عیبی من برنامه کنسرتی من گذراندم برآمدم رفتم. وی
با خچه بنادونی میزنه وی نکن خچه بانادونی میزنه چخیلی وی تی نمیگه نگو یا حفیظه مشهوره این تمام تاجیکستان میشناسش سیتورا رفیق سردار سیتورای افتوای محتوای که همه اگه نگو من چیکار کردم که تو مرا نگاه کردستی؟ رفیق سردار همه کنسر سرشید همه حافظه وقتی که صحنه برومد سرود خونده طرفی مخلصا بود عزیزای ما شما رو دوست می‌دارم مخلصای ما همه کسا دستو بالا همه دستاشو بالا کرد با ما پولو را کیساشون دزدیدم یوسف جان زنک میخرم بسیار میخرم خرا اونجا یا مایده بدم سهروی اوچتا گوش نکن کم سهروی بدم هرچی نگو بچه مامان بخرا فضاره داره آخه چی نداره؟ زیخ نشه بچه که من شوخی میکنم چند خیلی میتونی بخور فهمیدی؟ ای زنک هفدم دا مکتب باید گرفتی هر مکتب سرش رفتی یکون لیبوساش خریدی یکم جونه رفتم بوله بردک هیچ جونه رفتم چی من رفته؟ میشنی دیگه همیجا باید خوش نداره او چی من نگو میکنی تا گوش کچ کوکا پولا بگی؟ اینجا موندگیم چون جای هر وقته میگن کو اونم جو موندگیم بگی برات دو پر کاستوم برو که فاسون کاری یوسف جون دا توفلوی فاسون سمکا کتاب دفتر روچکا همه تزیاتوی مکتبیش بگی بونا طلباشون هر چی بگه بعد میگن یوسف نخریده چی نگرفته زور میخونه بچه من فوتبال کجا برنگ فوتبال کیخ نه پولو مالی زنم پولو خودت کجا میره؟ ما که پولو گفتی پول سپوری میرم کجا میره؟ پول علمین او یکم جا نمیری علمین؟ چه یکم جا اینه میخواه یکم جا نمیری او هم بچه ما پگه با اکل دودارش نگاه میکنه او هم ای خونی ما یه تاقل داری نداری با ما دا فرقش چه ای خونی تای؟ چی نمیره پیش همو تو؟ خطا درجه همون حس که خواهد دیگر حس که کو؟ من گفتستم نمیری اصلا برا کم ویرون که اگه اینجا نمیری در کاشان خچون میان میکنن میبرن در کاشان خچون میبرن او چه شدی تا همه که زنک؟ یکم جا نمیری دادا نه با غیبت قریبه بچه سلام سلام بیا بچم بیا آچه هم گفت که پلی زمین اتی هم چی؟ پولی چی تری زمین؟ خب کردم تو به گب زنه پلی علمین بچم دادا جان پلی علمین من خدمت رفتنیم دم حوزی پیش رفتنیم دم خشم مالی بچم بیو نمیجا من گرفتم موندگی بودم نمی همش اخته بچم بگی خوشت شوا رحمت اول بگی حساب که؟ من خدم حساب میکنم جوابی اخبار نمیوخی من کت دیگه خگاب میزنم خب که دادا جان این روز وقتم خوشه کو وقتم خوشه بچم تردن وقتم خوشیده که بچم که بچم یا گاب این روز تا 18 ساله شدی فهمیدی تمام 18 را پر کردی انا پولا بگیو پلی علمینا برا خونه اینا اوچتا بته بعد میدونی چی بگو اوچتا بگو اوچا این پولی علمین این روزی اخرونی ماه بگو ما 18 در رسیدم انا دادم همین را دادو گفت دیگه دم نزنم ما دم زنگ نزنم فهمیدی؟ بعد هم گپا گفتن نگو افتی اوچا چخیلی میشوا رنگ روش چخیلی میشوا اوچا بعد بیوم دا بگو فهمیدی؟ رنگ روی اوچم چخیلی میشه با بیام شما دو بگو هو مایل دادا جان مایلش مایل خشو برا بچم مایل زن دیمی دادا یه پیس دیگو گوش که اکنام سیو میرم با چای او تا زنگ میزنن؟ چای که من دا زنگ میزنم با چای سادی خبره پلی علمین زنگ میزد تو هم وقتا زنگ میزد دیگه زنگ نمیزنم بچه باید خودش سادی خودش زنگ دا میزنن؟ خوب زنک حق داره حقوق داره گپ زنن عصب ما ویرون همین شما هم خیلی کو بزنن کو فقط زنگ زنین کو گپ زنین مرد کورا گران کردین شد بس پرگم این نزن فکری نیره بکو اوینده نیره فکر کو اوینده شا شکم چرا بی بای کور نگیره اگم تا من کور نگیرم هم کوردور نشو دو گرچه کاو دو دارن ای خب کن تا گپ زنم خب کنیم شما شید نگن گو چک کردن میره اپیولا چوی کنیم بخوریم رفتیم استودیو بچه خمون دا بالا کد میشیم من برام قد شما چوی بخوریم یوسف جون تا
برای کافه ما کجا رفتستی؟ من کافه تو نمیدونم من کافه با چم رفتم برای کافه سعدی بچه برای کافه بچه من نیو اول میگو خودش مینه خرید بچه کرده دادا جان دادا جان آمدم من بیا بچم بیا چو کدی رفتی خشو پلی علیمینا دودی و چتا دودم چما همه گپا ما گفتی شا همه گپاتونو گفتم بعد اوچت چی گفت رنگ نمودو چخیلی شید افتش چخیلی شید رنگ نمو چه نمیدونمو اوچم گفته که بر دادت بگو که 18 سال یا بچه بیگانه رو پل علمینی دوده بدای چخه این هم خیلی با اوچم گفته که رنگ روی دادت چخه میشه بابی اومده بگو